سلام بچه، چطورید؟ من یاسین هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال من. آقا توی این ویدیو حالا فری فایر که رفع فیلتر شده خب واسه بیشتر اینترنت، ولی واسه حالا سیم کارت های ایرانسل و همراه اول رایتل فکر کنم یه کامل واسه همه رفع فیلتر شده، اما واسه اینترنت وای فای و مخابرات اینا فعلا فیلتره و اومدم راهکار بدم بهتون. چند تا فیلتر شکن معرفی بکنم که راحت بتونید حالا بازی بکنید. آقا فیلتر شکن اولی که حالا اون برنامه اولی که میخوام بهتون معرفی کنم رادار گیمه بچه‌ها. رادار گیم یه مدت کار نمیکرد یا اونقدر خوب نبود، ولی الان سروراش آپدیت شده و حالا از قبل خیلی بهتر شده بچه‌ها. الان این قسمت آتوش قبلا وصل نمیشد ولی نگاه کنید الان وصل میشه. وقتی که آوتو رو وصل کردید میایید اینجا، حالا یه مثلا چیزی رو انتخاب میکنید. حالا پنجمیش از همه بهتره به نظرم، از سرور 5 ایران از کل سرورها چه داخل میدلیست و چه داخل اروپا بهتره. آره دیگه، همین رو انتخاب میکنید برید تو بازی، پینگ 90 100 120 اینا میگیرید. این از رادار گیم. حالا راستی واسه ثبت نام رادار گیم هم یه چیز نکته بهتون میگم. خیلی میگن واسه ثبت نام که حالا اون کدش داخل هرزنامه میاد. خب هرزنامه کجاست؟ وقتی شما وارد جیمیلتون میشید، همین جیمیل، برنامه جیمیل، یه چیزی به نام هرزنامه هست یا به انگلیسی میشه اسپم. خب اونجا نوشته تو اون منوی همبرگری میزنید، اونجا هست، میرید داخل اون رمز رو ورمیدارید. حالا میگید رمز ارسال نمیشه، نه تو هرزنامه نه تو جای دیگه ای. بچه شما باید این حالا ثبت نام رادار گیم رو توی یه ساعات مختلفی انجام بدید بچه. مثلا از 2 ظهر تا 5، از 2 تا 5 بعد از ظهر کد واسهتون میاد، یا از 8 شب به بعد، از 8 شب تا مثلا 3 شب 4 شب هم اگر حالا امتحان بکنید کد واسهتون میاد. خب یه ساعت‌های حالا مشخصی داره. به نظر من حالا بذارید ساعت از 8 بگذره، از 8 شب بگذره، بعدش برید امتحان بکنید حالا کدشو ببینید واسهتون میاد یا نه. اولیش رادار گیم بود. دومیش بچه‌ها خیلی من حالا وی پی ان ها رو تست کردم. به نظر من وی پی ان بعدی که خیلی به نظر من خوبه همین توی وی پی ان بچه‌ها. توی وی پی ان سرورهای فوق‌العاده، خیلی فوق‌العاده خفن و پرسرعتی داره و سروراش پینگ 140 150 120 اینا رو همه رو میده واقعا. آره دیگه، واسه یوتیوب و اینا هم خیلی خوبه دیگه توی وی پی ان. و حالا این از توی وی پی ان بچه‌ها واردش میشید خیلی راحت. اینجا حالا یه منوی داره، ثبت می‌کنیم تو این. خب آقا این از حالا اون قسمت توی وی پی ان بچه‌ها. سروراشو به نظر من دست نزنید، بذارید رو همون فست سرور بمونه، کانکتو بزنید. و بچه‌ها یه مشکلی که هست این برنامه، مشکلی که هست اینه که این برنامه بیش از حد حالا یکی دو سه تا حالا بهتون تبلیغ نشون میده که حالا به نظر من این چیز جالبی نیست. میتونید حالا تاپ تو کانکت رو بزنید و تو کانکت بشه دیگه. آره واسه یوتیوب و اینا میتونید استفاده بکنید. آخرین فیلتر شکنی که میخوام بهتون معرفی بکنم یه فیلتر شکنیه که واسه فری فایر هم خوبه، پینگ 90 100 میده، فقط بعضی اوقات احتمال داره نده این پینگو. و آره دیگه واسه یوتیوب خیلی خوبه بچه. من خودم میخوام ویدیو آپلود بکنم با همین وی پی ان آپلود میکنم بچه، کایو وی پی ان. میتونید همه این وی پی ان چیزایی که بهتون گفتم، وی پی ان که بهتون گفتم و از گوگل پلی دانلود بکنید بجز رادار گیم. که حالا بچه رادار گیم از کجا دانلود کنید بچه؟ من یه ویدیویی در مورد رادار گیم ساختم، بهترین فیلتر برای فری فایر، اونو میتونید برید ببینید و ازش استفاده کنید دیگه. آقا اینم منوشه، میزنیم تا وصل بشه. حالا اینم تبلیغ داره، همشون این رایگانا همشون تبلیغ دارن. این تبلیغاش کلا زیاد وقت نمیگیره، تبلیغاش اونقدر وقتتون رو نمیگیره. دیگه حالا یه کانکت میشه، کانکت رو میزنیم و آره کانکت شد. حالا میتونید مثلا یه برنامه مثلا مثل یوتیوب، بذار من یوتیوب رو بیارم، حالا هر برنامه‌ای رو میاره بالا، یوتیوب باشه نمیدونم اینستاگرام اینا رو همه رو میاره بالا. حالا من توی شرایط خوبی دارم ویدیو نمیگیرم، الان اینترنت هم قطع و وصل میشه، اوضاع خوبی ندارم. فکر حالا نگاه نکنید اون بالا که اینترنت هم وصله، خودش قطع و وصل میشه. ما زنگ میزنم حالا مخابرات اینا درست کنن، ولی به هر حال کار میکنه دیگه، خیلی کار میکنه، خیلی چیز خوبیه. آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. اگر دلتون میخواد من توی ویدیوی بعدی حالا این چیزایی که معرفی کردم بهتون میتونم برم داخل فری فایر ازش تست پینگ هم بگیرم. توی این ویدیو دیگه وقت نمیشه، توی ویدیوی بعدی حتما این کارو میکنم. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.